خیلی ممنون. سپاس از شما. خیلی بزرگواری. لطفاً توضیح بدید که چرا برگشتید و چی شد سفر؟ والا دیشب امروز 26 چهارشنبه 26 شهریور 1404 25 یعنی دیشب ساعت 10 شب ما رو بازداشت کردن. ماموران ویژه وزارت اطلاعات منو بازداشت کردن و با 3 تا ماشین برگردوندن به کلاردشت. ما تا مورچه خورد فقط 2 کیلومتر فاصله داشتیم، تا شاهین شهر اصفهان فقط حدود 32 کیلومتر فاصله داشتیم، ولی اینا ما رو بازداشت کردن و برگردوندن به کلاردشت و میگن که این راهپیمایی شما هزینه زیادی برای نظام داره و ما نمیتونیم تحمل کنیم. ولی هموطن، راه انسانیت رو نمیشه مسدود کرد. راه انسانیت بازه. یه سرباز رو برمیگردونید، ولی آیا راه انسانیت هم میتونید برگردونید؟ انسانیت هیچ وقت متوقف نمیشه، هیچ وقت متوقف نشده. انسانیت در قلب بشریت جاریه. کوروش بزرگ وقتی اومد، خورشید اومد، نور اومد. مگه میتونید جلوی خورشیدم بگیرید؟